اساسی پیشروی کاری کشاورزان شهر لوکان از استفاده عاقلانه بهترین نوع‌های تخمی‌های خوش‌صفت آزموده شده و منتخبات پخته مایا 445 ادسا آدن لازر نوع‌های استرالیایی و تخمی‌های خوش‌صفت وطنی و تکنیک و ماشین‌آلات کشاورزی بود. کооپراتیو تجارتی تخمی پروری زرزمین که سرپرستش اتحادیه اگراری وادی زرین می باشد سال گذشته به حساب میانه 28 سنتنری حاصل برداشته امروز 4 عدد تکنیکای خود را از معاینه تکنیکی گذراند. چنین خوجگی‌ها در شهر لوکان کم نیستند. سالی روان برای در میدان 1030 گکتار سری وقت انجام بخشیدن کشتی پخته همه تکنیک و ماشین‌آلات کشاورزی در خط تیار آماده کار بوده تخمی‌های خوش‌صفت پخته برای کشت پر از ذخیره گردیده است. رهبریت وزارت کشاورزی جمهوری کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و رهبریت شهر لوکان از نمایشگاه دیدن کرده با حالت آمادگی تکنیک و ماشین‌آلات کشاورزی با موسم کشت و کاری بهاری ذخیره چگید تخمی بهای ارزنده دادند. زیرا همه تکنیک‌های موجوده را خوش صفت از تعمیر برآورده رنگ و بار کردند. هدف اساسی در مهلت‌های بهترین و سریعت و خوش صفت انجام بخشیدن کشت و کاری بهاری می باشد که تا آغاز آن روزهای به شمار مانده است. در همه مورد قدرشناسی زحمت مکانیزاتور و خوجگیداران و منفعت کار می باشد. بعد هدایت و راهنمایی رهبران مسئولی در بالا ذکر گردیده بیش از 20 نفر پیشقدمان استحصالات مکانیزاتوران و دهقانان با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر لوکان قدرشناسی گردیدند که عملی‌گردانی چنین اقدام نیک عالی زحمت را به کار دلگرم می نماید. در این روز تامین دورنمای کشت کارتوشکا که از هدایت و راهنمایی های پیشوای ملت محترم امام علی رحمون سرچشمه گرفته است علی زحمت را خوشنود نمود زیرا برای برداشتن حاصل خوب کارتوشکا زمینه با اعتماد گذاشته شد. میدان آن 30 گکتار را فراگیر می باشد. کشاورزان شهر لوکان در مجموع بهار کشت و کار را با آمادگی جدی استقبال خواهند گرفت. سعیدزاده شیرعلی، محمد سعید خواجه، نمازعلی ارگش، شهر لوکان، اخبار.